بار دیگر سلام دوستان عزیز. امروز رسیدیم به مسئله دومی، مسئله های کار خطی منطقه جمهوری. ما دو دفعه رو ترتیب دادیم و شرح مسئله رو هم در روی اکران میگذارم و هم میخونم. در روند وسیع نیتروژن فشار آن 1% کم شده، حجم آن 2% زیاد گردید. کدام قسم گرمی که نیتروژن آن را قبول کرده است به کار تبدیل یافت؟ هنگام گرم کنی در وقت دائمی بودن حجم گرمی گنجایش خاص نیتروژن به 745 جول تقسیم کیلوگرم ضرب کلوین برابر است. یعنی بار دیگر تکرار میکنم، در روند وسیع شوی نیتروژن فشار آن 1% کم شد، دلتا پی برابر مینوس 1% پی0. مینوس یعنی کم شدن را ifade میکنند، دلتا پی برابر 1%. تغییر فشار یعنی 1% فشار اول را تشکیل میدهد و حجم آن 2% زیاد گردید. دلتا پی برابر است با 2% پی0. حجم آن 2% زیاد گردید. هنگام گرم کنی در وقت دائمی بودن حجم یعنی CV 745 جول تقسیم کیلوگرم رو تشکیل میدهد. کدام قسم گرمی با کار صرف میشود؟ یعنی کدام قسم گرمی، یعنی ما همون حصه گرمی رو میابیم که با کار صرف میشود. تقسیم کیلوگرم یعنی میابیم. و برای حل کردن این مسئله در اول باید ما دانیم که گرمی گنجایش هنگام دائمی بودن حجم چیست. یعنی در اول باید دانیم که گرمی گنجایش هنگام دائمی بودن حجم با چی برابر است. برای این در اینجا می‌نویسیم موافق قانون دومی، قانون اتمی ترمودینامیک، گرمی که به سیستم داده می‌شود برابر است به تغییر صرف می‌شود به تغییر انرژی داخلی سیستم و صرف می‌شود به کاری که سیستم موافق مقابل قوه‌های بیرون اجرا می‌کند. این قانون یکمی ترمودینامیک در شکل مکتبیش میباشد. Q برابر دلتا او جمع A و در اینجا میبینید که هنگامی فرمول Q، خود فرمول Q این با S M دلتا T برابر است. یعنی فرمول مقدار گرمی S M دلتا T میباشد. در جای فرمول Q گذاشتن برابر میشود با دلتا او جمع A. ولی هنگام دائمی بودن حجم، یعنی اگر ما در هر دو طرف هنگام دائمی بودن حجم چون ایندکس V میذارم، هنگام دائمی بودن حجم استفاده می‌بینید S در اینجا مثلا از دائمی بودن یا نبودن حجم وابستگی ندارد، برای همین تغییر حرارت نیست همین طرف، اما گرمی گنجایش از دائمی بودن از حجم وابسته است، از دائمی بودن یا نبودنش. برای همین در اینجا CV ایندکس V میگیرد ماسا دلتا T SM دلتا T برابر است و دلتا او نیز از دائمی بودن یا نبودن حجم وابستگی ندارد، ولی A وابستگی دارد. A این کار است، کار هنگام دائمی بودن حجم با 0 برابر میشود. برای همین برای مسئله زیرین ما هنگام فرمول تغییری انرژی داخلی را بیافتن انا همین فرمول را استفاده بوده میتونیم در مسئله زیرین، چون که این رو با ما شرط مسئله گفته است که سرور رو داده است شرط مسئله و برای همین انا این فرمول را استفاده بوده میتونیم برای انرژی داخلی، تغییری انرژی داخلی. اکنون بعد از این ما میبینیم که فشار اول با P0 برابر بود، بعد 1% کم میشود، یعنی ما میتونیم نویسیم که فشار در آخر برابر با فشار در اول جمع تقریبی فشار. حجم در حجم نیز همین طور نوشته میتوانیم دلتا P و این برابر میشود با P0 جمع با این طرح می شود و 1% کم می شود. P0 تا 1% P0 می شود 99% P0 یا اینکه 999 P0. ولی این نه آنقدر مهم است، چون که فشار رو بینید که 1% تغییر می یابد. 1% این خیلی تغییری خود است، برای همین ما میتونیم تقریبا تغییری فشار رو با اعتبار نگیریم. تغییری حجم رو ولی به هر حال این رو نویسیم که 999 P0 تغییری حجم نیست، همین طور بنویسیم حجم دیگه رو حجم در آخر یعنی V برابر است و باز همین طور V0 جمع دلتا V و این میشود که 102% V0 یعنی V0 جمع 2% V0 میشود 1/102
1/2 و 9 و اکنون ما می‌دونیم که اگر از فرمولای کلیپرون مندلیف یا با فرمولای کلیپرون مندلیف رو می‌نویسیم کلیپرون مندلیف PV برابری M تقسیم M R T و در اینجا پارامترهای P V و T این پارامترهای گاز میباشند اینها تغییر می‌یابند در اینجا بینید که چیها دائمی میمونند وقتی گاز در یگان روند اشتراک میکند ماسه آن دائمی میماند البته ماسه مولری دائمی است ماسه آن ماسه مولریش و R نیز دائمی میباشد برای همین اگر هر سه این بزرگی ها رو دائمی حسابیم مدل رو با T تقسیم کنیم یعنی مدل رو با 1 تقسیم T ضرب کنیم پس حاصل میکنیم که PV تقسیم T برابر است و در این طرف دائمی ها میمونند یعنی PV تقسیم T برابر است و از بس که طرف راست مدل ما دائمی ها میباشند پس طرف چپ مدل هم دائمی میباشد پس PV تقسیم T هم این یگان کانستانت میباشد از اینجا ما استفاده بوده حرارت اول با T نول استفاده کرده انا همین T را یافته میتونیم یعنی PV تقسیم T این معنی آن رو دارد که P نول V نول تقسیم T نول برابر است با PV تقسیم T یعنی در دیل حالت انا همین PV تقسیم T با PV تقسیم T دیگر حالت برابر می شود از اینجا T رو پیدا می شدیم T برابر می شود با P0 PV تقسیم P0 و 9 بیایید این تعریف کنیم در اینجا بینید در جای P و V ما همین قیمت‌های شما می‌گذاریم در جای P و V و اینجا رو خط کسر رو من کلانتر تصویر می‌کنم و در اینجا باید من نویسم P V قیمت‌های آخری P و قیمت آخری P این میشه 9.99 P0 ضربی قیمت آخری V باشد 1/2 V0 و در این اشتراکی که می‌بینید P0 V0 اختصار میشوند در اینجا T برابر میشود و T ما برابر میشود و T ما به این طرف میرود T نو به این طرف 9.99 ضرب 1.92 با کالکولاتور میسنجیم 9.99 ضرب 1/2 برابر میشد با 1.0098 تقریبا 1/100 گرفتن ممکن است 1.0098 T9 و موسکن دلتا رو پیدا کردن میتوانیم بیایید این رو تقریبا مینویسیم 1.0098 همین 0.98 رو تقریبا 9 از 1 نوشته میتوانیم برای همین 1/100 یعنی تقریبا 98 رو با 100 برابر میگیریم 1/100 T0 و یک دوره دلتا T رو پیدا میکنیم دلتا T برابر میشود و T تربیع T0 یعنی 1/1 T0 تربیع T0 این میشود که 9/1 T0 9/1 این بود تجربی حرارت یعنی ما بودیم تجربی حرارت رو با واسطه حرارت ابتدایی تجربی حجم رو با واسطه حجم ابتدایی تجربی فشار رو با واسطه فشار ابتدایی معلوم کرده توانستیم و اکنون ما باید انا همون تقسیم Q رو پیدا کنیم برای Q ifade می‌نویسیم برای Q می‌نویسیم Q برابر است با باز همون قانونی یکی ترمودینامیک که ما در اینجا نوشتیم دلتا او جمع A دلتا اوی ما برابر است با CBM دلتا T جمع خوری ما برابر است با P دلتا V در اینجا ببینید A برابر P دلتا V
بیاید بنویسیم در جای کور بنویسیم که پی دلتا یعنی در جای کور خودی فرمولش رو بنویسیم، ولی این فرمولا برای حالت میباشد که فشار ما تغییر نمی‌یابد و هنگامی اگر فشار خطی تغییر یابد یا یکم وابسته به تغییر فشار، آن همین فرمولای کور هر نمود شود و از بس که در اینجا فشار ما خیلی خوب تغییر می‌یابد، یعنی 1% تغییر می‌یابد، تقریبا فشار رو با فشار ابتدایی برابر گرفته میتونیم مسئله رو حل کنیم. یعنی همین فشار رو تقریبا با فشار ابتدایی برابر میگیریم و مسئله رو میتونیم حل کنیم. برای همین از بس که فشار خیلی خوب تغییر می‌یابد، برای همین یعنی ما نوشتیم که S و M دلتا T جمع P0 دلتا T و اکنون قیمت‌هایشان رو بگذاریم. S و M دلتا T S و M در جای دلتا T میگذاریم. در جای دلتا T میگذاریم 0.1 T0 جمع P0 رو همین حال میگذاریم، ولی در جای دلتا B میگذاریم 2% P0 یعنی 0.2 P0 0.2 P0 و در اینجا ببینید که همین وی اخیره ما و ما اونقدر هم لازم نشد، عموما حتی لازم نشد. انا این استفاده میشود برای کیوی ما، مقدار گرمی ما و باز همون برای یاردم که این فرم رو آسان‌تر کنیم، انا همین فرم که درون دیده رو یک بار دیگر استفاده بوده میتونم. یعنی بنویسیم Q برابری S به M 0.1 T0 یعنی S به M 0.1 T0 جمع 0.2 P0 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 ولی من در این باید P0 P0 نویسم. در جای P0 P0 من نویسم که ببینید از فرم الکترون منلف اگر در اینجا برای حالت ابتدایی نویسیم P0 P0 برابر میشود و M تقسیم M R P0 یعنی من همون چیز رو می‌نویسم. در جای P0 P0 می‌نویسم M تقسیم M R P0 M تقسیم M R P0. اکنون میتونیم در اینجا M P0 رو از پس براریم یا اینکه میتونیم همین طور بذاریم. اکنون برای کور ifade می‌نویسیم. ما Q رو نوشتیم. اکنون برای کور اگر ifade یا بگیم که در آنجا هم ifade همون M P0 یا CV رو در بر گیرد، در نتیجه تقسیم کنی با Q، تقسیم کردن با Q یکم قیمت‌های نامعلوم ما ممکن اختصار شوند. برای M نویسیم یک بار دیگر. خودی همین اعضای بیرونی ما در اینجا همون M باشد، یعنی A برابر است P دلتا B. همین قسمی اعضای که برای Q نویسیم این M باشد. میتونیم این رو همین طور نویسیم، یعنی A برابر است با P دلتا B و در جای P0 و V0 باز همون M تقسیم R T0 رو می‌ذاریم، باز همین حاصل می‌شود 0.2 M تقسیم M R T0. اکنون ما می‌توانیم که همون نامعلوم مسئله رو پیدا کنیم، یعنی A تقسیم Q برابر می‌شود با I ما این 0.2 M تقسیم M R T0 تقسیمی در پایان همین پیس. بیاید من این رو هر دوی این A و Q رو در رمکه میگیرم، در با خطای شما میتونم چونکه A و Q ما اینجا همون بزرگی های مهمی باشن که برای از آنها ما استفاده بوده جواب مسئله رو پیدا میکنیم. همین A رو با Q رو تقسیم کردیم. A رو نویسیم Q ما میشود که CV M 0.1 P0 جمع 0.2
0.2 m تقسیم m LT9 و برابری. اکنون در اینجا نوبت به اختصار میرسید. ببینیم ما اختصار مینمونیم. ببینید در اینجا T0 در همه اعضای مدل ما هست. در اینجا اگر T0 و T0 رو از قوس براریم در اینجا و این T0 رو نیز در اینجا نویسیم، T0 و T0 اختصار بشن. یعنی T0 در همه اعضای مدل ما هست اختصار بشن. و باز در اینجا در همه اعضای مدل ما ماسه هست. ماسه و در صورت انواع ماسه در صورت قرار دارد. برای همین ماسه رو نیز اختصار مینمونیم و حاصل کردیم 0.2. در اینجا 0.2 داشتیم. 0.2 R تقسیم M 0.2 R تقسیم M در پایان CV 0.1 CV جمعی 0.2 باز R تقسیم M. و امی کلان برای نیتروژن نگفتم که با 28 در درجه مینوس 3 برابر است. یعنی با 28 گرم تقسیم ما و در این قیمت‌های عددی رو گذاشته حساب میکنیم. برابری 0.2 ضرب 8.31 در بالا ما 5.92 حاصل کردیم. در پایان البته در اینجا واحد نداریم چون که ما تقسیم کیو جا و تقسیم جا این به واحد می شود. بزرگی ما به واحد می باشه، یعنی نسبت رو پیدا کردیم. در پایان 13.38 و تقریبا جواب ما می شود که 5.93 تقسیم 13.38 443 تقریبا جای ما میشه که 443 یا اینکه اگر با فایز اشاره کنه تقریبا 44 از دست فایز. این بود مسئله رقم 2